وزارت عدلیه امریکا از دادگاه در این کشور خواسته است حساب‌های بانکی گلناره کریمووا دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را ببندد. درخواست وزارت عدلیه امریکا بعد از انجام تفتیش معامله‌ها در ساحه مخابرات و یا تلکمونیکاسیون در ازبکستان صادر شد. با گفته مفتشان امریکایی تعدادی از شرکت‌های مخابراتی خارجی برای راه یافتن به ازبکستان به گلناره کریمووا صدها میلیون دلار رشوه دادند. صحبت برنامه امروزه درباره همین پرونده جنجالی است و با همکارم فروخ یوسفی از بخش ازبکی رادیو آزادی. فروخ، لطفاً اول درباره جزئیات درخواست دادگاهی وزارت عدلیه امریکا میگفتی. سخن درباره تفتیش مقامات فدرالی امریکا می رود. مقامات وزارت عدلیه ایالات متحده می خواهند حساب‌های محدود شوند که در آنها تقریباً 300 میلیون دلار موجود است. مفتشان امریکایی تخمین میکنند که این پولها از معامله غیرقانونی به دست آمدند که با کمک گلناره کریمووا دختر کلانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان انجام شدند. با عقیده مفتشان گلناره کریمووا در مدت چند با واسطه معامله های غیر قانونی از 3 شرکت بزرگ تلکمونیکاسیونی و دیگر شرکت های همین ساحه در ازبکستان صدها میلیون دلار و یا تقریبا 1 میلیارد دلار رشوه گرفته است. با این تفتیش چند کشور از جمله در اروپا جلب شدند و ظاهرا امریکا نیز این مسئله را جدی گرفته است و میخواهد این پولها را پیدا کرده و حسابهای آنها را بندد. و تفتیشات چی نشان داده است؟ گلناره کریمووا برای راه دادن به ازبکستان از کدام شرکت ها رشوه گرفته است؟ سال 2012 خبرنگاران شویتسیا آشکار کردند که شرکت تلیا سونیرا که به حکومت شویتسیا تعلق دارد برای راه یافتن به ازبکستان به گلناره کریمووا 350 میلیون دلار رشوه داده است. بعد این مقامات شویتسیا بر ضد تلیا سونیرا پرونده جنایی باز کردند و در این پرونده گلناره کریمووا با عنوان آدمی رشوت گیرنده ذکر شده است. بعد از این در شویتزاریا، هلند، فرانسه و نروژ پرونده های جنایی باز کردند و معلوم شد که تلیا سونیرا یگانه شرکتی نیست که در ازبکستان از آن پول ستاندند. همچنین از شرکت ویمپلکوم که با میلیاردر روس فریدمن تعلق دارد و از شرکت NTS از راه‌های غیر قانونی رشوه ستانیده شده است. در ازبکستان هم بعد باز شدن پرونده های جنایی دادستانی کل کشور علیه به قول دادستانی یک سازمان متشکل جنایی پرونده باز کرد که با آن شهروند گلناره کریمووا نیز شامل است. تشکر. فروخ یوسفی همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد.